با سلام و درود به پایان و بازی‌های جالب و شاخ‌آور مهمان شما هستیم. تماشاچیان عزیز، هواداران برنامه‌های ورزشی تلویزیونی بهارستان. امروز ما خواهش و درخواست دوستیابی کودکان رقم 66 ناحیه سنو پایتخت رو به نوبت گرفته با این درگاه و این تالار زیبا اومدیم تا بازی‌های شاخ‌آور تلویزیونی آفرین رو از اینجا برایتان پیشکش نماییم. ما رو همراه باشید. در نمایش امروز هم تهیه گرندگان کودکستان با دو دسته جدا شده در میدان با نام‌های زیبای بنظیر و سامان صف کشیدند و با آغاز برنامه آماده‌اند. دوستان عزیز، بیایید نخست با دسته‌ها شناس می‌شویم. همین طریق از طرف راست من دسته بنظیر و از طرف چپ باشد دسته سامان. دوستان عزیز، همین طریق با دسته‌ها شناس شدیم. حالا باشه من از بازیگران خواهش می‌کنم که با جای خود گذارند و با مسابقه جدی آماده شوند. من باشم تا مدت شما رو با حکمان برنامه شناس می‌کنم. ما به هر دسته برار می‌خواهیم. برنامه امروز رو حکمان در هیئت زیرین به حضور می‌نمایند. علوچی معروف جمهوری تاجیکستان، مدیر کودکستان رعنا نورعلی خانزاده و سرمربی مزینه رحمانشویوا. شورای و دوار بازی امروزه من کرمطلوی اصلان. نوشتک صدا داد و شرطی نخستین مسابقه امروزه آغاز شد. ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این شهر شما به نوبت به میدان برآمده، از داخل حلقه ها یک تاگی بازیچه گرفته تا آخر میدان میروند و باز به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. این زمان برتر نصیبی دسته بنظیر است. در اینجا شوکیانی دسته سامان به پیش برآمدند، یک دسته باز برابر شدند. تغییرات ها زود به عمل میآید و شما رو میباید که با دقت تماشا کنید و به طور خوب دسته ها به حضوری نمایید. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. برتری همان نصیبی دسته بنظیر است. شوکه نوبتی دسته او رو میبینیم. یک پس از چند لحظه دخترکان وارد میدان میگردند و بیاین مهارتی بازی دختران را در اجرای این شرط مسابقه میبینیم. ادامه دارد بازی. با دقت تماشا کنید. ببینید که مخلصان دسته را چگونه پذیرایی نموده ایستادند. البته پذیرایی نمودن مخلصان به دسته ها قوه و نیرو میبخشد. آنها با وجد آمده بازی را زود و بی خطا اجرا میکنند. ادامه بازی را میبینیم. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. شوشه نوبتی دسته را میبینیم. یک دسته برابر حرکت کرده ایستادند. پس از چند لحظه دخترکان اخیر دسته به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر گل این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید. برتر نصیبی دسته بنظیر است. دسته برابر شدند و در این شهر دسته بنظیر غالب آمد. آفرین بر دسته بنظیر. خند زنید. شرط نوبتی ببینید که این شهر چگونه اجرا کرده میشه. در این شهر چون به نوبت به میدان برآمده، از داخل حلقه گیمناستیک گذشته با علامت گیمناستیک غل میزنند تا آخر میدان میآیند و باز به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید. دستا برابر حرکت کرده شدند. ادامه بازی رو میبینیم. چون نوبتی دسته ها با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. برتر نصیبی دسته سامان است. خاطر رسانی میکنم دسته سامان با لباسای کبود و دسته بنظیر باشد با لباسای سبز در میدان بین هم خوزمای دارد. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. شوکه نوبتی دسته ها یک سرکان و دسته با میدان برآمدند و پس از چند لحظه نوبتی دخترکان فرا میرسد. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. یک دخترکان با میدان برآمدند و بیاین مهارت گیمناستیک دختران رو در این شهر تماشا میکنیم. ادامه دارد بازی. با دقت تماشا کنید. بازی ادامه دارد. شوکه نوبتی دسته رو میبینیم. ادامه بازی رو میبینیم. در اینجا شوکه دسته بنظیر رو میباید که چوت چلو باشن تو برابر حریفان خود گردن. خود خواستم میکنم که هنگام برابر به مرا رسیدن به دسته ها چرخولی هنگام مغلوبیت 3 خال و اگر دسته غالی باید سبی 5 خال میگرد از جانب حکمانی برنامه. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید.
بازی باز و خروش ادامه دارد. اینطور نوبتی دسته ها رو میبینیم. برتر نصیب دسته سومون است و در این شرط دسته سومون غالب آمد. آفرین و دسته سومون کن زنه بچه عزیز. یک شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این شرط در دست ایشون چرخک‌ها به میدان برآمده. چرخک‌ها رو رونده تا آخر میدان میروند و باز به مرا برمیگردند. دست‌ها برابر حرکت کرده استادند. تغییرات نوبتی رو انتظار میشویم. اینک دسته بی‌نظیر کمی هم باشد به پیش برآمد. اینک دست‌ها باز برابر شدند. تغییرات زود به عمل میآیند و شما را می‌باید که باز دقت تماشا کنید و با طور خوب دسته‌ها با حضوری نمایید. برترین نصیب دسته بی‌نظیر شد. ایشون نوبتی دسته رو می‌بینیم. ایشون دسته سومون کوشش کرده استادن که دسته‌شون رو به پیش کشند ولی ایشون دسته بی‌نظیر برتر از دست دادنی نیستند. اینک دسته ها قریب که برابر شدند و اکنون نوبتی دخترکانی دسته ها فرا رسید. ادامه بازی رو می‌بینیم. دخترکانی در این شهر خیلی فعال هستند و بازی ادامه دارد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. دسته ها برابر حرکت کرده استادن. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. اینک پس از چند لحظه دخترکان آخرین دستا به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب شهر معین میگردد. دستا برابر هستند و در این شهر هر دو دسته برابر به مرا رسیده هستند. با هر دو دسته بازی نوبتی ببینید که این شهر چگونه اجرا کرده میشه. در این شهر در دست ایشوکچیان توپچه ها با نوبت به میدان برآمد. از بین مانیاها گذشته در داخل حلقه گیمناستیک میایستند و ستونچه رو به نشان گرفته و توپچه ها زده میافتانند. ادامه دارد بازی. این زمان از دسته بی‌نظیر 5 ستونچه و از دسته سومون باشد 4 ستونچه به نشان گرفته شده است. ادامه بازی رو میبینیم. اینک پس از چند لحظه پسرکان آخرین دستا به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر نوبت دخترکان فرا میرسد. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. یک دخترکان دسته ها به میدان برآمدند و به مهارت نشانگیری دختران رو میبینیم. از دسته بی‌نظیر 4 ستونچه و از دسته سومون باشد 5 ستونچه باقی مانده است. ادامه بازی رو میبینیم. این معنی اون رو دارد که برترین نصیب دسته بی‌نظیر است. از دسته بی‌نظیر 2 ستونچه چه نوبتی دسته رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی ادامه دارد. اینک پس از چند لحظه دخترکان آخرین دستا به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب شهر معین میگردد. دستا برابر هستند و در این شهر هر دو دسته برابر به مرا رسید. یک شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این شرط ایشون با نوبت به میدان برآمده از داخل حلقه گیمناستیک گذشته از بالا اسپک جهیده تا آخر میدان می روند و باز همین عملها رو تکرارا اجرا نموده به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. دستا برابر حرکت کرده استادند. برتر نصیب دسته بی‌نظیر شد. در اینجا ورزشگر دسته سومون به خطاگی راه داد و محض خطاگی بود که دستهشون در رقیب ماند. از خطاگی دسته سومون استفاده بوده ورزشگران دسته بی‌نظیر به پیش برآمدند. ادامه بازی رو می‌بینیم. اینا از دسته بی‌نظیر سرک آخرین به میدان برآمد. سران آخرین دستا به میدان برآمدند و اکنون نوبت دخترکان فرا میرسد. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. چه نوبتی دسته ها. با دقت تماشا کنید. دسته ها قریب که برابر شدند ولی دسته ها برابر شدند و حتی دسته سومون به پیش برآمد. اصلا با ورزشگر دختر دسته سومون واقعا میتواند که با چوست و چلاکی خود دستش را به پیش کشد. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. ایشون نوبتی دسته ها. یک دستا باز برابر شدند. تغییرات ها زود به عمل میآیند و شما را می‌باید که با دقت تماشا کنید و به طور خوب دسته ها به حضوری نمایید. در این شرط
هر دو دسته سومون غالب اومد. آفرین به دسته سومون. این شرط نوبتی ببینید که این شرط رو دخترکان آغاز نمودند. در دست دختران چوینک و پیاله‌ها به میدان برآمده. از بین مانیه‌ها گذشته تا آخر میدان میروند و میز چوینوشی رو آرو داده باز به مرا برمیگردند. این زمان برتر نصیب دسته سومون است. دسته بی‌نظیر کوشش کرده شده است که دستش رو به پیش کشد. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. دخترکان کوشش می‌کنند که به خطاگی راه ندهند و میز چوینوشی رو خوشروی زیبا آرویند. دخترکان نوبتی رو می‌بینیم. اینک پس از چند لحظه دخترکان آخر دست به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر نوبت پسرکان فرا میرسد. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. برتر نصیب دسته سومون است. اینک نوبت پسران دسته ها. با دقت تماشا کنید. سران باشند چوینک پیاله رو گرفته باز به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. ادامه بازی رو می‌بینیم. چون نوبتی رو می‌بینیم. در اینجا ورزشگری دسته سومون با خطاگیر راه داد. البته خطاگیر از مد نظر حکمانی بر اومد دور نمیمونند. چون نوبتی دسته رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. برتری همون نصیب دسته سومون است. ادامه بازی رو می‌بینیم. یک پس از چند لحظه پسرکان آخرین دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین می‌گردد. با دقت تماشا کنید. دسته برابر شدند و در این شهر هر دو دسته برابر به ما رسیده هستند و هر دو دسته این شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این شرط پسران در داخل حلقه گیمناستیک به میدان برآمده تا آخر میدان میروند و باز به مرا برمیگردند. دیمورا دختران با اونها همراه شده بازی رو ادامه میدهند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. برتر نصیب دسته بی‌نظیر است. در اینجا شوشین دسته سومون کوشش کرده استودن که دستشون رو به پیش کشند ولی ورزشگران دسته بی‌نظیر برتر رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم می شود که اونها عزم غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. دسته ها برابر هستند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. چون نوبتی دسته ها ادامه بازی رو میبینیم. ببینید که مخلصان دسته رو چگونه پذیرایی می‌نمایند. البته پذیرایی نمودن مخلصان به دسته ها قوا و نیرو میبخشد. اونها با وجد اومده بازی رو زود و به خطا اجرا میکنند. اینک برتر نصیب دسته بی‌نظیر شد. در اینجا ورزشگری دسته سومون کمی به خطاگیر راه داد و اینک ورزشگران دسته بی‌نظیر برتری رو به خود گرفتند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. برتری همون نصیب دسته بی‌نظیر است. اینک جفتی آخرین دسته به میدان میبرند و میبینیم که در این شرط کدام دسته غالب میآید. در این شرط دسته بی‌نظیر غالب آمد. آفرین به دسته بی‌نظیر. کن زنه. اینک شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این شرط در دست اشتراکچیان حلقه‌چه ها با میدان برآمده از بین مانی‌ها گذشته تا آخر میدان میروند. از حلقه‌چه ها پیرامید است ساخته باز به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. ادامه بازی رو میبینیم. دستا برابر حرکت کرده استودند. برتر نصیب دسته سومون شد. شوشه نوبتی دستا رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. پس از چند دیگر نوبت دخترکان فرا میرسد. زیرا پیرامید مولو با آخر نرسیده است و اینک دخترکان نیز به میدان برآمدند. دستا برابر هستند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. چه نوبتی دسته ها با دقت تماشا کنید. نه پس از چند لحظه دخترکان خود دستا با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. دستا برابر حرکت کرده ایستادند.
دخترخوی نباتی دستا با میدان بار اومدن. و دقت تماشا کنید دستا برابر هستند. اینک پس از چند دخترخوی این دستا با میدان میبرند و پس از چند دیگر دلیل شهر معین میگردد. گونه بازی رو میبینیم و دقت تماشا کنید. در این شهر هر دو دسته برابر به مرا رسیده هستند با هر دو دسته. دوستان عزیز در اینجا همه شرط های مسابقه امروز آفرین به انجام رسید و فرا رسید لحظه اعلان نمودن خلهای به دستاورده دسته ها. موافق با گزارش حکمان برنامه هر دو دسته هم صاحب 32 خلی گشتند، یعنی دوستی غلبه کرد. احسن به هر دو دسته. ما با هر دو دسته برای اشتراک فعالانشون در بازی‌های شاخوار تلویزیونی آفرین میگیم و از حکمان برنامه خواهش می‌کنیم که به هر دو دسته تحفه‌های خاطرمان رو سپارند. مرحمت. دوستان عزیز در اینجا وقتی با برنامه آفرین جداشا به انجام رسید. اگر خودت که در برنامه آفرین شرکت ورزید و هنر و مهارت ورزشی خویش رو به انسان‌ها نمایش بدید، پس با ما در ارتباط باشید. چنین امکانیت را تنها تلویزیون باروستان با شما فراهم می‌سازد. تلویزیون باروستان از شماست و برای شماست. سراغ ما شهر دوشنبه کوچه شیرو 31 تلویزیون باروستان. تا آخرین نوبتی شاد و خرم باشید. خیر